السلام علیکم وطن عزیزین، سلامت و خانواده و صدا میشه. مثل که من سه تا دیپلم هر نمونده دارم، یک دیپلم اسلامی، یک دیپلم دنیوی و یک دیپلم طبی. و همین واقعه که در حیات من شد، مثل که برادرم را به قتل رسانیدن، گوشی بچه رو بریده در دست دادن، اون را تجاوز کردن. بینه که سه عمل در یک شب شد. دیده میشه که در جایهای جنگ شده، جنگ زده روی عالم زن رو تجاوز میکنن، مثل اویلش رو در دیگر جا به قتل میرسونن، یا در کوچه در یگان جنگ هست، یا اینکه گوش نمیبرن در اون جای جنگ زده هست، یا اینکه زن رو تجاوز نمیکنن، شوهرش رو به قتل میرسونن که برادرش شده که من رو هم در نظم هم کشتن، هم رو تجاوز کردن، هم بچه رو گوشش رو بریده دادن. این در آیت سوره البقره آیت آخر اومده است که خداوند بنده رو چه نقوتش میتید، چه نقوتش چی غم و غصه میتید، امتحان میکند، از قوتش زیاد امتحان نمیکند. این امتحان الله تعالی بود بر سر من اومد که همین از امتحان گذشتم. دیدید انسان که از امتحان گذشت با یک گل ناخوشی دست نمیزند. من با یک گل ناخوشی دست نزدم. برای چی با ناخوشی دست نزدم؟ برای اینکه با یگان کس خبر ندادیم، یگان کس خبر نداشت. تا حال در یگان خشت تبای من، همسایه های من، چه در دوشنبه چه در شهر وحدت نمیدانن از این واقعه. من حال در اینترنت این خبر رسانده شدم که برای چی به شما خبر رسانده شدم، نقل کرده شدم که تا اینکه کسی که مرا سنگ میزنه دیگه سنگ نزند، مرا احترام کند و سخن ناجا نگوید. بله، من همین خیلی کارهایی که گذشته است، مثل از سر من واقعه های گذشته است. من زنی تنها نکم، الله تعالی با ما است. تنها به معنی که هیچ کس در بری من نیست و در شهری که هستم یگان خشتبارم نیست با همراهیم، یگان خشتبارم نیست. اینجا هم با خشتبارم نشد، من همراهی باشم در اینجا از نسبت انسان ها. و این قصه ها رو برای شما میکنم که به من گپی پست و بلند نگویید و نگویید که ما شما رو حس میکنیم. هیچ کس ما رو حس نمیکند. یعنی با گودلیک میام بوزم زد. من چی دارم؟ گرافیک دارم. ما رو هیچ کس شما حس نمیکنه. میگن که در بوته که علاب میریزد هم بوته خودش میسوزد. من رو کسی حس میکند که مثل من تجاوز کرده شده است، مثل من دختری که خانه رو تجاوز کرده باشند و پشت سرش زده هوشش رفته باشه تجاوز کرده باشند و در نظرش برادرش رو کشته باشن، خدای عرض نکنه میسو، یا که گوشه رو برده باشن، انا عالم رو حس میکنه. غیر این هیچ کس در روی عالم، نه شما نه یگان کس حس نمیکنه، ما رو حس نمیکنه. درونی من، این درونی من است، درون یگان کس دیگر نیست. کم هست واقعی که با من شد. ببینید در هر عائله ما یک تا با من شدن واقعا. ما رو میسو که تجاوز کردن، خواهرم با همراهی ما بود، اون رو نرسیدن که ایستاد ما رو پیش کرد که بیا روین دکومنتای گرفته بیار. دکومنتای نگرفته ما رو پشت سرم در مشت زده، هوشم رفت و مثل که کار کرد و در بالای سرم با پیستولت هم خیلی ایستاد و لباسایت رو پشت طرف من شوک در قلبی بودم. انا این واقعه رو ببینید، این واقعه رو الله تعالی امتحان کرد. بنده ای که مثل که خودش میخواد چگونه که خواهد امتحان میکنه. من امتحان گذاشتم الحمدلله. با کسی خبر ندادیم، خبر میدادیم بای آوازه میشد خیش شد. انا بعد من به یک کاری ناجور که دست میزدم به خودکشی، برای که بسیاری دخترکای مثل من در تاجیکستان سالهای 90 تا 97 میدونین چیکار کردن؟ بعد تجاوز کردنشون خودشون رو در آب پرت کردن، دار کشیدن، یا اینکه در نظرشون کسی رو به قتل رسوندن، یا که در نظرشون هم نیم برادرشون به قتل رسوندن خبر آوردن. آنها چی شدن؟ فالبین شدن، بیماری های روحی گرفتار شدن. لیکن من الله تعالی رحم کردم، رحم رو خدا خورد. تمام بارون باریسه برای تک درخت استادگیم زانتی کنه. الله تعالی با من رحم کرد که من میساکی از این چیزا شدم، آزاد شدم از همین خود رو به قتل رسانیدن. مثلا خود رو به قتل، نه که در کلای من یگان فکر نامده بود برای خود رو به قتل رسانیدن. بعد یعنی واقعا فقط دعا کردم که خدا ما رو با یک جای برکی از همین انسان‌هایی که سوال‌های جوتی میتیم که همین دور که کم سوالا نکنند، که اکتا کشتن پیش گوش بریدن، که از تجاوز بیخبر بودن. از تجاوز کردن من فقط خواهرم، مادرم، حالا اپام نمیدونم اپام گفتگی نبودم، خواهرم میدونست، مادرم تمام هیچ کس نمیدونست. بعد برادرم رو بعد به مسکو گفتم که هم خیلی با برادرم خیلی ما دلتیی کردن، مهربانی تو حالا برادرم هم مهربانی کردن. یعنی که با یک کسی گفتن در کار در دل رو که تو رو میفهمد دلتیی میکنم، اصلا نه که درباره سخن نمکو میریزه. یا خودمون صدقش نشه این گپی که گفته کو یک مثلا علم در دل کردی.
میخزن یک گپ ده کار میکنم به وقتی جنگ بود یگان دختر در وقتی جنگ رفته شده تا کی پای مردک نه پرتو کنم خسته من میام میسوم رو در پشت سرم زد هشتم رفت غلطم بهشتم همون کارو کار میسوم ما که بهش میبودم اون کارو کردن نمیتونست انسان مبارزه میبره حیاتش داره لیکن ما رو بهش کرد بعد که این دختر نمیشه میسوم شور چشمش این زده هشت روانه نکن بعدم کارو کردن نکن بله برای همیش گو انسان که به شما رو دل کرد تو باید چی نکنین نکنین که این خیال میکردی این خیمیش این خیال میکردی این خیمیشه هیچ خیال نمیشه در وقتی که در تاجیکستان جنگ بود کو میسال آدم میسال تجاوز میکردن یک میسال میکشتن یک چی او آدم به قید میگرفتن که تجاوز کرده شد کشته شد و لیکن آدم کفته یافته نمیتونستن برای که جنگ رفته ایستاده بود و هم ملیسایی که اومدن هم شبیه که من گفتم که رفتم من بیانیه گرفتن گفتن که ما اون آدما رو از وعده نمیتونیم که ما اونا رو قپیده میاریم برای که آنها این روز دوشنبه کار کردن فقط در وحدت میرن هم آدم رو میفرستن فقط یک جای دیگه میفرستن شون یا که مرد کشتن شما آدم با شما گران دادن نمیتونین که پدرم گفت که اینا رو خداوند جزاشون تیه بله این گونه انسان ها جزاشون میگیرن گرفتگی هم لیکن رحمت خداوند ببینه که من با یگان کسل چیزی گرفتار نشدم الحمدلله و از حرامی که به من رسیدن در من کودک نشد مادرم برای میخورسم که ترا خداوند رحمت خورد همین بعد من دیگه یک چیز به در کلام که از این آدم ها دور شوم نبینم آدم رو سوال جواب نکنم یک تاشو دیمش این بود که من گفتم هیچ وقت شوهر نمیکنم از شوهر کردن دست کشیدم که نمیکنم شوهر همین خیلی بود در کلامی که نمیکنم شوهر بعد شوهر گفتن که کن باید کنی خیلی با قصه شوهر کردن به شما میگم چی من شوهر دادم چی من نمیخواستم مرا دادم بعد با 7 سال زندگی کردم جدا شدم برای فرزندی بود این مراتب تا من نخواستم بعد قصه میکنم درباره شوهر کردنم وقت شود ان شاء الله خب میذارم شما